درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه ها. واقعا وقتی به تاریخ تمدن ملت ها نظر می‌افکنیم می‌بینیم که ظهور شخصیت ها و بخصوص آثار آنها در بالا رفتن فرهنگ، در دیگرگونی سرنوشت ملت ها تأثیری بارز دارد و همین گونه در تاریخ تمدن ملت ما هم ظهور شخصیت فردوسی و بخصوص ظهور شاهنامه یک انقلاب در سده 10 به حساب می رود، چون واقعا یک پولی که توانست پس از 200 سال خاموشی، پس از 200 سال زیر سلطه اعراب رفتن، گذشته ملت ما را با امروزش، یعنی پس دوره قبل از هجوم اعراب را با دوره بعد آن پیوست کند و تمام عنعنه، مراسم، جشنها و همچنین فرهنگ ملی ما را، هویت ملی ما را دوباره زنده کند. این واقعا خدمت ماندگار فردوسی است و بخصوص تالیف شاهنامه. فکر میکنم که کم اندر کم ملت های در جهان وجود دارند که به مثل شاهکاری، به مثل شاهنامه را داشته باشند. شاهنامه یک بحر است، یک اقیانوس است، یک اقیانوس است که همه را فرا میگیرد. در آن هرچی گوهری که میخواهید شما پیدا خواهید کرد. همین را به نظر گرفته فکر میکنم که پیشوای معظم ملت تصمیم گرفتن که در 35 سالگی استقلال دولتی بایستی به خاندان هر تاجیک و تاجیکستانی شاهنامه فردوسی تقدیم شود، تا اینکه ما واقعا بایستی بشناسیم فردوسی را، بشناسیم هویت ملی را، بشناسیم وطنداری را، بشناسیم ماندگاری را و بشناسیم خود را و تاریخ و هویت و سرنوشت ملت خود را. و برنامه امروزه ما هم با شاهنامه ارتباط دارد و ما عنوانی برنامه امروزه را گذاشتیم شاهنامه و فرهنگ ملی. واقعا شاهنامه و فرهنگ ملی تا کجا به هم ارتباط دارند؟ تا کجا شاهنامه توانست که ماندگاری ملی ما را تامین کند؟ تا کجا شاهنامه توانست که ما را با 8000 سال قبل پیوند دهد، توأم کند و ثابت کند که ما یکی از کهن‌ترین تمدن جهانی هستیم. و برای پهلوهای این موضوع را شرح و توضیح دادن ما با استودیو نامزد علم‌های فیلولوژی، کارشناس مسائل ادبی و فرهنگی نورالدین امیرقلوف را دعوت آراستیم و من ایشان را خیر مقدم میگم که این دعوت ما را پذیر کردند و به استودیو تشریف آوردند. خب استاد، بیاید از اونجا شروع میکنیم که واقعا فرهنگ ملی و شاهنامه، ارتباط اینها از کجا شروع می شود و چی طور است؟ شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یک حماسه بزرگی فرهنگی ملت تاجیک است، ملت تاجیک و فارس است و درباره شاهنامه سخن راندن هم یک کار بسیار هم مشکل است. در درجه ای که این اثری حماسوی سزاوار است گفته نشده است و تحقیق هم نگردیده است. ما در اینجا در یک صحبتی کوتاه میخواهیم که چند اندیشه خودمون رو در موضوع شاهنامه، درباره شاهنامه ابراز داریم. شاهنامه واقعا هم این شهادتنامه ملت ماست که فرهنگی چطوری که شما قید کردید زیاده از 8000 ساله ملت ما رو در خود تجسم کرده است. طوری که میدونیم شاهنامه به 3 قسم تقسیم می شود. داستان‌های قسم افسانوی، اساطیری و قهرمانی و اینچنین تاریخی به 3 دوره تقسیم، به 3 قسم تقسیم می شود و از اول تا آخر شاهنامه گذشته ملت آریایی رو ترنم کرده است و شاید شاهنامه در ذات خود، در همین شکل خود در جهان نظیر و همتا ندارد. بله، منحصر به فرد است. بله، و از این رو اون چیزی که نظیر ندارد و
تکرار نمیشه و معجزه است. از این خاطر ما شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو به یک معجزه میتوانیم نسبت بدهیم، شبیه سازیم. باید گفت که شاهنامه گذشته پر افتخاری ملت آریایی رو در خود تجسم کرده است که شاید در یگان اثری بدیعی دیگر چنین گفته ها، چنین عقیده ها، چنین اندیشه ها دیده نشود. شاهنامه بیاید درباره خودی نام شاهنامه اگر که دو سخن گوییم، شاهنامه این شاهی نامه است یا که نامه شاهان به طرز دیگر اگر گوییم نامه شاهان است. شاهنامه یک آینه واقع بینانه ملت ما است که گذشته ما را به طور خرونولوژی از جهت وقت و زمان جا به جا گذاری یک اثری ناتکرار است و در شاهنامه بزرگی فرهنگی ملت ما خیلی روشن و واضح بیان گردیده است. طوری که قید کردیم شاهنامه نه تنها یک فرهنگی بزرگی گذشته ملت ما بلکه درباره تمدنی دیگر ملت ها نیز بسیار واقعی بینانه بها داده است. در شاهنامه تمدنی چین، تمدنی روم، تمدنی یونان، تمدنی هند، تمدنی مصر نیز به طور خیلی فراوان تجسم گردیده است. استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی بارها با تأسف درباره شکست دولتداری های ما در گذشته از اسکندر مقدونی، از عرب ها بسیار با تأسف در همین موضوع بیان کرد. یکی از سبب های اساسی شکست دولت آریایی ها رو در تنبلی و در نادیده گرفتن دشمنان میداند. حتی در یک بیتش میگوید که چنین گفت دانای آزاد مرد که آزاده را کاهلی بنده کرد. یعنی که ما از همین پیشرفت و از شکوه و شهامت و از رشد و ترقی خودمون تا یک اندازه ما سرگرم هم شدیم در گذشته و حتی وقتی که اسکندر مقدونی که یک جزئی ایرانی بزرگ بود به ایران هجوم کرده ایران رو تسخیر کرد، این از آن شهادت میدهد که ما نسبت به دشمنان خیلی بی‌پروایانه مناسبت کردیم. یعنی که نادیده گرفتن دشمنان هم یک کار بسیار خطا است و خیلی طوری که از تاریخ معلوم است یگان دولت تا از داخل خیانت نشود رو به شکست نمیارد و همین دولت بزرگی خامنشی از داخل و ضعیف شدگی بود. یعنی که در بین رهبران آن ضدیت اختلاف وجود داشت. همین در شاهنامه خیلی واضح بیان شدگی است که شکست از عرب ها. همین حکیمی بزرگ وقتی که درباره ضحاک پدری وی مرداس سخن میراند و هشدار میدهد که شما هوشیار باشید که آنها میتوانند مغز شما را هر روز دو جوان مغز سری دو جوان به مارهای ضحاک دادن. این به طور خیلی بدیعی، به طور خیلی نازک حکیم فردوسی اظهار داشته که شما هوشیاری را از دست ندهید، زیرکی را از دست ندهید که
بیگانه ها دشمنان میتونن مغز سر ما رو زهرآلود کنن، یعنی که مغز سر ما رو از ما بگیرن. یعنی استاد اگر همین مغزخوارگی ضحاک با وضع امروزی که در جهان هست یک روند هست، روند مغزشویی، یعنی وقتی هویت زدایی، همین مغزشویی که مثلا گروه های تروریستی و تندرو و افراطی یکی از راههایی که مغزشویی میکنند و انسان از هویت خودش بیگانه میکنند و وقتی یک انسان از هویت خودش بیگانه شد یعنی همون منی خودشه، خودیشه از دست دادن. این مگر همون مغزخوارگی ضحاکی نیست؟ بله بسیار درست شما قید کردید. در حقیقت همین هوشداری 1100 سال پیش و مداده حکیم فردوسی بزرگ است که وی گفتگی است که وقتی که شما هویت خودتون را از دست میدهید البته شما به غلام تبدیل می‌یابید. اگر تنبلی کردید و در این دنیای پرتلاطم، در این دنیایی که مبارزه است، اگر یک لحظه آدم اگر غافل ماند دست و پای خودش رو در زنجیر و زولانه می‌بیند. یعنی که در این دنیای مبارزه، در این دنیای پرتلاطم همه وقت هوشیار و زیرک بودن در کار است. و بله انا همین گروه های تندرو و گروه های ارتجاعی و گروه های افراطی که هستند آنها محض هویت ملی خود را از دست دادگی هستند و ما باید که همین هویت ملی را باید زنده کنیم، احیا کنیم. نه کوشش های سرور دولتی ما بسیار بسیار خردمندانه است و به هر یک خاندان برده رساندن و تقدیم کردن و همین پیشنهاد کردن شاهنامه این یکی از عملهای خردمندانه سرور کشور ما است که مردم باید خوانده از گذشته خود آگاه باشد. یعنی که هر کس که خود را نمیشناسد خدا را هم نمیشناسد آخر. برای چون که خود ناشناس خدا ناشناس بود. برای همین این یک عملی بسیار هم به موقع، بسیار هم عاقلانه و خردمندانه است که هر یک خاندان تاجیک با شاهنامه فردوسی، با محتوای این اثر بزرگی ملت ساز باید که آشنا گردد. بله و واقعا استاد فکر میکنم که کم اندر کم اتفاق افتاده است که ملت های به مثل این حماسه که واقعا فراگیری هم معنویات است، هم خرد است، هم هستی شناسی است، هم داد است، هم عدل است، هم دولت داری است. یعنی در شاهنامه من فکر میکنم که همه عنصرهایی که برای یک ملت، برای یک تمدن، برای یک فرهنگ خاصن همه اینها رو میتوان در شاهنامه دریافت و چهره واقعی آریایی اون شادزیستن و محور اساسی قرار داشتن زندگی و خرد، دو اصلی بنیادی انسانیت، فکر میکنم خیلی کم است همین گونه اثری که در جهان نظیر داشته باشد که در آن همین جوهر انعکاس یافته باشد. و اکنون وقتی که ما میگیم که شاهنامه و فرهنگ ملی، ببینید ایده از خلقها در پس از برخورد یا آمد اسلام اینها هویت خویش را پر از دست دادن و تبدیل شدن به ملت‌های دیگر. مثلا از همون تمدن‌هایی که شما یاد کردید که در شاهنامه ذکر شدن، به خصوص یکی از همین تمدن‌ها تمدن مصر است و مصر هم صاحب زبان بودن، صاحب یک تمدن خیلی کهن بودن. ولی ما می‌بینیم که با آمدن اعراب، مصری‌ها، سوریانی‌ها، خب اینها که دیگه زبان‌هاشون از دست دادن و ملت‌هاشون تبدیل شدن به عرب. بله. زبانشون هم از دست دادن.
بله هویتشون از دست دادن. بله. و اکنون اینجا وقتی که ما میگیم تناسب شاهنامه و فرهنگ ملی، یعنی تا کجا شاهنامه توانست که همچون یک نیروی مقاوم در برابر هجوم بیگانگان ایستادگری کند و دوباره از خاکستر توده هایی که سوخته بود ایرانی کهن، از همین خاکستر توده ها یک علنگه دیگر قد افرازد و بگوید که ما کهنتر هستیم. بله، در حقیقت بسیار سوال جالب است. این سوال بسیار سوال پرمحتوا است. یک به فکرم میرزاده عشقی یک شعر دارد، شاعری معاصر ایران که آن شنیدستم که عیسی مرده را زنده کرد، مرده را زنده کرد و نام خود پاینده کرد. اگر معجزه حضرت عیسی همین زنده کردن یک مرده باشد، یک آدم، فردوسی بزرگ مرده فرزندان چندین قرن ایران زنده کرد، از لبی آموی تا دریای عمان زنده کرد. یعنی که فردوسی بزرگ توانست که همین فرهنگ ما، تمدن ما رو در نظر ما جلوه دهد و توانست بزرگی فرهنگ ما رو در خود تجسم کند. وقتی که از یک شخصی بسیار هم فرهیخته مصری میپرسند که برای چه شما که یک مدنیتی بزرگی بوی و قدیمه فرهنگی توانا داشتید، شما می فرهنگ از دست دادید. با یک اظهار تأسف اظهار می‌دارد که با یک تأسف و یک ناامیدی میگوید که اگر ما هم مثل شما فارس ها، تاجیک ها اثر به مثل شاهنامه و شاعری به مثل فردوسی می داشتیم، شاید ما هم فرهنگ خودمون رو نگاه داشته می توانستیم. یعنی که از این گفته خلاصه کردن ممکنه نگاه کنیم بیگانه ها به شاهنامه فردوسی ما، به حماسه بزرگی ملت ما چنین بهای بزرگ دادند. یعنی که شاهنامه نه تنها یک اثر تاریخی و فرهنگی و ادبی و مسئولیت سر بدن مردم اوریایی که ما را از تأثیر بیگانگان نگاه می‌دارد، حفظ می‌کند و مثل یک دیوار بزرگی است که فرهنگ ما را قوی نگاه می‌دارد. امروز زمان آن است که هر کدام ما رو به شاهنامه بیاوریم و از این اقیانوس با ظرفیت خودمون برای هدف‌های سازنده خودمون، برای تقویت دادن پیکره ملی و دولتی همون از اون استفاده کنیم. و چون فکر میکنم که هیچ یک ملت و یا دولت جهان به مثل ما اینقدر دستورالعمل‌های واقعی که از جانب بزرگانش همه طراحی شده، همه هست و فقط اون باید خواند و از روی این راهنما عمل کرد. و امروز هم فکر میکنم هدف پیشوای معظم ملت از تقدیم این کتاب به هر خواندان هم همین است، تا اینکه ما واقعا با فرهنگ گذشته خودمون، اون ارزش‌های بزرگ ملیمون، اون درازای تاریخی که ما پشت سر کردیم، از همه این آگاه باشیم. چون که تنها مردم آگاه میتوند که فردای خود را برنامه ریزی کند و در این مسیر حرکت کند و حرکتش مداوم باشد و بی‌آسیب باشد. اگرچه 5 یا 7 تمدن را تمدن‌های ریشگی جهان مینامند، ولی اکثر از محققان برانند که در سرگه این تمدن‌ها که به همه‌اش تاثیر رسانده است، تمدن آریایی قرار می‌گیرد و شاهنامه نیز برون آمده از همین تمدن است، از همین تمدن به ما میگوید و اکاش هر کدام ما رو آوریم به شاهنامه و وطن دوستی را هم، میهن دوستی را هم از شاهنامه، خردورزی را هم از شاهنامه، معنویات را هم از شاهنامه، شادزیستن را هم از شاهنامه بیاموزیم. باقی روز و روزگار شما خوش و خوشایند.
خرد یار و مددگار شما. پاینده باد تاجیکستان عزیز. پدرود تا درود دیگر.